ای ابوبکر صدیق، لشکر اسامه ابن زید را آماده کن تا به سان رعدی از ایمان بر دشت‌های زخمی غزه فرود آید. خالد را بفرست، آن سیف الله بیباک را، تا بر قلب ظلم بتازد و پرچم عدالت را بر بلندای درد مظلومان برافرازد. دلها در آتش شمشیر خالدند، در شوق و خروش بی امان سیف الله. ای عمر، ای فاروق بزرگ، فریاد بزن سپاه صدر برخیزد و گریه کودکان غزه به آرامش بدل شود. ای عثمان غنی، در سرزمینی که خاکش سوخته و سفره‌هایش خالی است، کودکان چشم انتظار دستان گرم تو که جیش الاسره پیامبر را تجهیز کردی. بیا و امروز فانوس امید غزه باش. و تو ای علی شیر خیبر، غزه مرد میدان می طلبد. غزه ذوالفقار تو را می خواند. کجایند دلیران بی باکت؟ کجایند یاران جان بر کفت؟ ای پروردگار، دست مظلومان را بگیر و از نسل عاشقان دیروز مردانی دیگر برپا کن تا لبهای تشنه غزه بار دیگر لبخند پیروزی را بچشند.